بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور تمام شما دوستان گرامی. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوشحال باشید از هر آنچه که هستید و برای رسیدن به آینده بهتر، خوبتر و آینده درخشان تلاش و زحمت بکشید. به سلسله دروس آموزشی زبان انگلیسی از مرکز آموزشی سرویتور خوش آمدید. در اینجا زبان انگلیسی از صفر تا به بلندترین مراحل به شکل بهتر و آسانتر برایتان آموزش داده می شود. پس از ابتدا تا انتها با ما باشید تا از این دوره آموزشی بی‌نظیر بهره مند شوید و فراموش نکنید چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده کلید زنگوله را فشار دهید تا به موقع از درس‌های آموزشی آگاه و با خبر باشید. به درس امروز خود قبل از اینکه بریم به درس امروز خود میریم یک بار درس دیروز ما یک تکرار میکنیم و حروف از ا تا به زد همش را میخوانیم و جاهایش را مشخص میکنیم. قسمی که ما دیروز در برنامه پین تمام حروف را با قلم خود نوشته کرده بودیم و نوشتهش کردیم، میم اونم را یک تکرار میکنیم. حرف ا قسمی که شما میبینین حروف کلان اکثرشان در 3 خط بالا یادآوری میشد و حروف کوچک نصفشان در 2 خط، نصفشان در 3 خط و نصفشان در 3 خط بالا، نصفشان در 3 خط پایین. در اینجا ببینید وقتی که ما حساب میکنیم از A تا به گرفته یکی G، J، P، Q و Y در مجموع میشه 5 حرف. فکر کنم 1 2 3 4 5. اینجا ببینید حرف اول ما اینی حرف ما G، این حرف ما J و P و Q همراه آخرش وای. این حروف در چی می آمد؟ در 3 خط پایان. دیگه اکثر حروف در خطوط وسطی A B C D E F تا به چی را؟ تا به آی را ما تا به زد را ما خواندیم و کارش کردیم.